این ویدیو صرفاً جنبه آموزشی و تحلیلی داره و چنل ایرفورس مطیع قوانین یوتیوب هستش. خرید آواکس توسط ایران برنامه نیروی هوایی برای ارتقاء توان رزم هوایی. در ویدیوهای قبلی راجع به برنامه‌های نیروی هوایی در طی دوره‌های مختلف صحبت کردیم. حقیقتاً پس از رویدادهای اخیر همونطور که قبلا هم گفتیم و تکرار مکررات هم هست، نیازمندی برتری هوایی در کشور بسیار حس شد. البته پیشتر هم حس می‌شد و فرمانده‌های وقت سعی در ارتقاء توان هوایی کشور داشتند، اما این روند به سرعت آرومی پیش می‌رفت که دلایل مختلفی داشت. اما پس از رویدادهای اخیر دیگه نمیشه با اون سرعت قبلی پیش رفت و ارتقای توان هوایی و پدافندی مأموریت تمام فرماندهان شد. ما قبلا در ویدیویی به اهمیت حضور هواگردهای نسل 4.5 و 5 در رینگ پدافندی و دفاع هوایی اشاره کردیم و گفتیم نیاز تا این هواگردها خریداری بشه. اما برتری هوایی تنها به یک عامل بستگی نداره و حقیقتاً هواگرد و خلبان اون تنها 50% ماجرا رو تشکیل میدن. البته اگه در دهه 1960 بودیم این موضوع اصل ماجرا بود و خلبان و جنگنده اصلی ترین معیار ما در پیروزی و برتری هوایی بودن. اما امروزه اینطوری نیست و در کنار خلبان و هواگرد شبکه یکپارچه پدافندی در کنار آواکس اهمیت بسیاری داره. برای مثال در هند دیدیم که چطور کشور حریف با استفاده از دیتا لینک و آواکس تونست با هواگردهای سبک خودش پیشرفته ترین هواگردهای حریف رو منهدم کنه و طرف هندی با اینکه دارای نیروی هوایی نسبتا قدرتمندی هستش اما به دلیل نبود دیتا لینک حتی با وجود آواکس 5 هواگرد در یک درگیری نسبتا کوتاه و کوچیک را از دست داد. امروزه برای به دست آوردن برتری هوایی باید اطلاعات مدام بین واحدهای پدافندی و هوایی به اشتراک گذاشته بشه. علاوه بر اون موضوع پوشش مناطق کور راداری هم هست که در همین ویدیو بیشتر به اون رسیدگی خواهیم کرد. اما چرا آواکس مورد نیاز هستش؟ آواکس تنها وظیفه شناسایی نداره بلکه یک پست فرماندهی متحرک با قابلیت‌های متنوع هستش، از دیتا لینک تا فرماندهی عملیات و رادار پیش اخطار در آسمان و پتانسیل وحشتناکی که به نیروی هوایی و پدافند میده. در رویدادهای اخیر در کنار نبود برتری هوایی ما از این موضوع هم ضربه خوردیم. برای مثال یکی از موارد نبود دیتا لینک بود. با از دست رفتن پست فرماندهی یا رادار عملاً کل سامان خاصیت خودش از دست میداد. همچنین اپراتورهای پدافندی برای انهدام اهداف با فرماندهان میان رده هماهنگی میکردند که این موضوع به خاطر روش ارتباطی منسوخ سرعت واکنش پذیری رو پایین می آورد. این موضوع هم قبلا در یکی از کشورهای دیگه دیده شده بود که باعث میشد اهداف مختلفی با اینکه توسط پدافند شناسایی میشدن و توانایی انهدام آنها بود به هدف برخورد کنند. همچنین با توجه به پرواز برخی اهداف از داخل کشور و نبود سیستم تشخیص دوست از دشمن یا IFF مناسب و نبود سیستم یکپارچه پدافندی اهداف خودی هم توسط پدافند منهدم میشد. برای مثال در رویدادهای اخیر بالگردهای هوانیروز با لودهای ضد پهپاد وظیفه رهگیری برخی پهپادها رو داشتن تا بتونن به رینگ‌های پدافندی کمک کنن، اما به دلیل نبود سیستم تشخیص دوست از دشمن اجازه پرواز به این بالگردها داده نشد. همچنین پیش اومد که برخی از ستادهای فرماندهی راداری مورد آماج قرار بگیرن چون مقر ثابت باعث میشه با چندین پرتاب متوالی این ستادها به طور کامل از بین برن و رینگ پدافندی توانایی فرماندهی خودش را از دست بده. در کنار تمام این موضوعات مبحث شناسایی هم بسیار مهمه که آواکس نقش حیاتی توش داره. همونطور که اطلاع دارین شرایط جغرافیایی کشورمون اکثرا کوهستانی و به دلیل وسعت زیاد نمیشه تمام نقاط اون رو با رادارهای زمین پایه پوشش داد. از این رو کشور ما در برابر پرتاب‌های کروز بسیار آسیب پذیره چون پرتاب‌های دشمن با پرواز در ارتفاع پایین و مابین کوهستان‌ها یا استفاده از نقاط کور راداری به اهداف بسیاری میتونن آسیب بزنن. پدافندهای زمین پایه حتی اونهایی که به طور تخصصی برای ضد کروز ساخته شدن در برابر پرتاب‌های کروز بسیار آسیب پذیرن. طبق برآورد برخی منابع آمارگیری پدافندهای زمین پایه به تنهایی و در نبود نیروی هوایی و آواکس در بهترین حالت میتونن حدود 50% از پرتاب‌ها رو منهدم کنن. البته پیشتر هم حس میشد و فرمانده‌های وقت سعی در ارتقاء توان هوایی کشور داشتن، اما این روند به سرعت آرومی پیش میرفت که دلایل مختلفی داشت. برای مثال در یکی از رزمایش‌های ابرقدرت جهانی که برای شبیه‌سازی شرایط پدافند کشورمون انجام شده بود، حتی اگه تعداد زیادی پدافند در ایران مستقر میشد شامل تور، S300 و باور، اون هم در کمیت بالا از 100 پرتاب تاماهاک بر اساس تخمین حدود 20
تا 30 عدد از این پرتاب‌ها توسط پدافند مستقر منهدم میشد. در رویدادهای اخیر هم دیدیم که چطور با نفوذ به رینگ پدافندی 30 پرتابه تاماهاک به عمق ایران نفوذ کرد. هرچند به نظر تعدادی از اونها منهدم شد، اما باز هم فرق چندانی نمی‌کرد. حالا در یک درگیری تمام عیار فرض کنید تعداد این پرتابه‌ها 10 برابر بشه. البته فقط پرتاب‌های کروز نیست. موارد مختلفی در همین رویدادهای اخیر داشتیم که پدافند بعد از شناسایی هواگرد اقدام به شلیک می‌کرد، اما هواگرد پس از اینکه متوجه در خطر بودن خودش میشد، با کم کردن ارتفاع به نوعی قایم شدن پشت عوارض جغرافیایی پدافند رو دیفیت می‌کرد. همه اینها ایران رو به یک راه حل میرسونه، اون هم خرید آواکسه. حقیقتا تا پیش از این ستاد کل و نیروی هوایی بیشتر اصرار بر خرید هواگردهای شکاری داشتن تا بتونن با هواگردهای حریف مقابله کنن. این بیشتر به تفکر موجود در ستاد فرماندهی نهاجا برمیگشت، اما امروز این تفکر کمی تفاوت کرده. یکی از موضوعاتی که در کشور به اون اشاره شده پاسخ همزمان نیروی هوایی و پدافند هوایی به یگانهای متهاجمه. این موضوع نیازمند دیتا لینک و به خصوص آواکسه که به عهده فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیا گذاشته شده. خرید آواکس امروزه تنها از راه کشوری در شرق آسیا ممکنه، چون نه ما توانایی ساخت آواکس داریم، نه متحد دیگه‌ای داریم که در حال ساخت آواکس باشه. در این کشور آواکس های مختلفی ساخته میشه که با توجه به بعد سیاسی و نظامی به کشورهای مختلف فروخته خواهد شد. قبلا به خرید هواگردهای جیتن هم اشاره کرده بودیم که یکی از موضوعاتی هستش که باید در کنار خرید آواکس پیگیری بشه. حقیقتا خرید آواکس و آموزش خدمه حداقل 2 یا 3 سال طول میکشه و ترکیبی از برنامه‌های میان مدت و طولانی مدت نیروی هوایی خواهد بود. البته راه ساخت در داخل هم ممکن هستش، اونم به صورتی که بر روی هواپیمای ترابری ایلیوشین 76 با کمک کشورهای خارجی رادار نصب بشه. البته در شرایط حال حاضر این موضوع عقلانی نیست، چون زمانبر و هزینه بیشتری داره، اما در آینده میتونه کمک کنه تا ایران به توان ساخت آواکس برسه. قبلا هم گفته بودیم نیروی هوایی قصد داره خودشو تا چند سال آینده ارتقای سنگینی بده و اگه همه چیز با به میل ستاد پیش بره تا سال 2035 جهش سنگینی در نیروی هوایی خواهیم دید. مرسی که تو این ویدیو هم همراه ما بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.